سابقان کانال. امید که جور و صحت سر حال باشین و یک خوش آمدید میگم به کسایی که تازه وارد کانال ما شدن. بنده الله احمدی هستم با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خوب دوستای عزیز، بعضیاتون درخواست کردین که فایل تبدیلی بسته را بگذار. من براتون یک برنامه را معرفی میکنم که مستقیم به بسته اجتماعی را به بسته عمومی تبدیل میکنه. ان شاء الله که 100% هم کار میده و نیاز به کانفیگ هم نداره. دائمی است میتونین استفاده کنین بدون کدام مشکل، بدون کدام بندش یا لگ. 100% واقعی برای همه افغانستان کار میده. در گوشش که باشین فرقی نمیکنه. مثلا نیاز نیست که به کسایی که در کابل هست فایل علیحده براش بانم یا کسایی که در دیگه ولایت ها مثل هرات اینجا هست فایل جداگانه بانم، نیاز نداره. فایلم نیاز نداره. من برنامه رو براتون معرفی میکنم، میتونین ازش استفاده کنین. خب دوستای عزیز، که کسایی که قسم ویدیو رو خوش دارن میتونن وارد کانال ما شون و از برنامه اینترنت رایگان یا حق و امنیت استفاده کنن. ما هم میریم سراغ آموزش. اگر ویدیو خوش اومد ویدیو رو حتما لایک کنید. میریم سراغ آموزش و برنامه رو براتون معرفی میکنم. خب دوستای عزیز، این برنامه بیشیلد نت همه شما دوستایی که وارد کانال ما هستن و به کانال ما بودن میشناسن که چه قسمی برنامه است و چه رقم استفاده میشه و بعد ما برای شما معرفی میگیریم به خاطر تبدیلی بسته. وارد برنامه میشه. زمانی که وارد برنامه شدیم برنامه را از قسمت آپدیت کلیک میکنین. این برنامه خود آپدیت شده. فعلا بسته اجتماعی است، بسته عمومی نداره. مثلا ما براتون چکش میکنم. زمانی که وارد برنامه شدین اصلا این گزینه هم نیست. فعلا این گزینه روی سیم کارت روشن اینترنت رایگان خودش کار میکنه. نیاز نداره که شما اینترنت داشته باشین یا نه. روی خود سیم کارت روشن فعلا روی دیتا روشن کار میکنه اینترنت رایگانش. و ما میخوایم برای شما تبدیل بسته را یادتون که چه قسمی بسته تان اجتماعی است به بسته عمومی تبدیل کنیم. روی گزینه که زدین دوستای عزیز و قسمت سرچ بکنین واتساپ. زمانی که سرچ کردین گزینه واتساپ که دیدین دوستای عزیز، در قسمت روی گزینه اولی فرق نمیکنه، هر کدوم کار میته، تمامش کار میته. من روی گزینه رو امتحان کردم، خب در کار میته نسبت به دیگه‌اش. فقط روی گزینه که آوردین دوستای عزیز فرق نمیکنه، بالای هر کدوم گزینه که باشه، پرچمی که باشه فرق نمیکنه. دوباره روی استارت کلیک میکنین، منتظر میباشین که کانکت شد. دوستای عزیز زمانی که واسه کانکت شد بسته شما عمومی میشه و 100% قوی کار میته. ولی ما وارد برنامه وارد گوگل میشیم که کار میته واقعا یا خیر. سرچش میکنید دوستای عزیز یک چیزی رو مثلا خب دوستا میبینید که 100% کار میته بدون کدام مشکل. ان شاء الله که تضمینی است کار کردش. شما ازش استفاده کنید. ان شاء الله کلیکات هم میبریم. دوستای عزیز اگر آموزش یا چیز دیگری کار داشتین بنده در خدمت، در کامنت برای ما بنویسید. خب یک بار براتون بدونی برنامه تستش میکنه که وقت کار میته یا خیر. خب دوستان عزیز فعلا میبینید که ما برنامه رو خاموش کردیم. میریم وارد همون سایت یا برنامه فروشگاه است. گوگل پلی میگن چی میگن واردش میشن. اینجا ما سرچ میکنم یک چیزی رو. میبینید که کار نمیته. خب امیدوارم که از آموزشم لذت برده باشین و به کارتون آمده باشه. لینک کانال رو به دوستانتون بفرستین تا ویدیو هم آموزش های دیگه براتون قرار بدم. ویدیو لایک شو، حمایت کنین. ان شاء الله من در آینده آموزش های بهتر و جذابتر برای شما قرار میدم. دیگه از شر کانفیگ تبدیلی بسته خلاص شدین و کانال های مردم براشون خواهش نکنین که برای من کانفیگ بانی یا چیز دیگه. این برنامه کارتون حل ساخته. ان شاء الله تا برنامه‌های دیگه من ان شاء الله در آینده بعد از این ویدیو ان شاء الله تصمیم دارم یک چند برنامه اینترنت رایگان و فوق العاده قوی رو براتون معرفی کنم که ان شاء الله براتون کار بده در منطقتون که ازش لذت ببرین. حمایت یادتون نره. وقتتون خوش. خدا نگهدار.